درود بر شما یاران گرامی. عزیزان، سلسله برنامه‌های سیاست به زبان ساده رو قول داده بودیم که پیگیری خواهیم کرد. در ادامه ما امروز میپردازیم به مبحث دیگری به نام ایدئولوژی، اینکه ایدئولوژی چیست و چه شرایطی داره. میزبان این جلسه ما شبکه تلویزیونی زن زندگی آزادی است و مهمانمون جناب آقای سلیمانی امیری. جناب آقای سلیمانی امیری در خدمت شما هست. با عرض درود خدمت شما جناب علی پیام بزرگوار و همینطور بینندگان رسانه و تلویزیون زن زندگی آزادی. خوشحالم که در خدمت شما هستید. جناب علی پیام عزیز، اجازه میخوام ابتدا یک نکته‌ای رو عرض کنم چون بسیار اهمیت داره برای مباحث آینده ما و اون یکی از معضلاتی است که متاسفانه ما در فضای رسانه‌ای داریم و اون ورود دانش فولک به جای علم تخصصی است یا علم فنی است. خب طبیعی همه ما در نشست‌های مختلفی که داریم چیزی از سیاست یاد گرفتیم، واژگانی رو یاد گرفتیم، درکی نسبت به پدیده‌ها داریم، اما باید بدونیم که این پدیده‌ها آنجور که ما فهم می‌کنیم شاید نیستن و خیلی صورت ساده و کاریکاتوری از اون پدیده‌ها داریم. به همین دلیل در برنامه‌ای که قصد دارم در خدمت شما باشم با تفتن و اشراف نسبت به این مسئله که سعی نکنیم ما هم در همین دام بیفتیم که ساده کردن مفاهیم سبب بشه که از بحث تخصصی و فنی دور بشیم و باز هم در دام یک دانش فولک یا آگاهی فولک به مردم بیفتیم. برای همین سعی میکنم در کنار ساده سازی مفهوم یا مؤلفه اون جنبه‌هایی هم که احساس میکنم که نیاز هست یک انسان از جنبه‌های تخصصی هم اون رو بدونه رو خدمت دوستان ارائه میکنم و در واقع هدفم اینه که اون عزیزانی که چه بسا نگاه تخصصی دارن بدونن که ما چرا داریم ساده صحبت میکنیم و اون عزیزانی هم که میخوان همه چیز ساده و راحت باشه بدانن که گاهی ممکنه ما در دام عوامگرایی بیفتیم و واژگان عامیانه که این هم شاید نادرست. در مورد ایدئولوژی ابتدا میخوام با یک مثالی بحث رو آغاز کنم که مردم ما بیان فکر کنن که چطور میشه انسان‌ها نسبت به یک پدیده درک مشترک و واحد نداشته باشه. دلیلش چه میتونه باشه؟ بیایید بیماری رو در نظر بگیریم که چند سال گذشته جهان رو درگیر خودش کرد و اون معضل بیماری کرونا بود، ویروسی که جان هزاران انسان رو گرفت، میلیون ها نفر مرد. اما مسئله اینه آیا نسبت به این بیماری درک همه انسان‌ها واحد بود؟ انسان‌های معتقد بودند که این به خاطر یک مشکل فنی در یک آزمایشگاهی بوده. عده دیگر معتقد بودند که نه، این یک توطئه‌ای بود که دولت چین برای اینکه در برابر کشورهای دیگر غربی بتواند دست بالا رو بگیره جهان رو به اون آلوده کرد. عده دیگر معتقدن نه، این به خاطر سبک تغذیه و فرهنگ مردم چینه که استفاده از برخی حیوانات به عنوان غذا میتونه این کار رو ایجاد کنه. برخی دیگر معتقد بودن نه، این عذاب الهی است و هر بار خداوند میآید و سعی میکنه جهان رو متنبه بکنه، این انسان مغرور مدرن رو متنبه بکنه. و نگاه‌های دیگری که میتونه وجود داشته باشه. همه اینها رو ما داریم. بله ببینید دکتر، به خاطر همین تعریف متفاوتی که از این قضیه شد، درمان‌ها و راه حل‌های متفاوت هم داده شد. یعنی اون آخری که میگفت این عذاب الهیه، میگفت برید دعای امام سجاد بخونید. خب به خاطر همینه که ما این برنامه ها رو گذاشتیم تا به یک وحدت نظر بیشتری برسیم در رابطه با این مفاهیم. وقتی که ورودی یکسانتری داشته باشیم، خروجی یکسانتری هم خواهیم داشت. این که فرمودید به زبان ساده، این خواهش مکرر من از شما بود آقای دکتر. ما تو برنامه‌های علم به زبان ساده به قدری ساده این مفاهیم بیگ بنگ و خلقت و نمیدونم نسل ها و نژاد و ژن و اینها رو مطرح کردیم
که برای من می نوشتن. خانم های خونه دار موقع آشپزی اینها رو گوش می کردن، برایشون قابل استفاده بود. یه راننده تاکسی نوشته بود که من مرتبی برنامه شما رو ضبط میکنم و تو تاکسی میذارم، برای خودم و برای مسافرام بسیار قابل استفاده است. به همین لحاظ ما خواستیم که این برنامه ها به زبان غیر تخصصی، یعنی مسائل تخصصی رو به زبان ساده جوری بیان کنیم که حتی یک بیسواد روستایی هم بتونه درک کنه که ما چی داریم میگیم. حالا امروز میپردازید شما به اینکه ایدئولوژی چیه و چه شاخصه هایی باید داشته باشه. در این رابطه من سوالات دیگری هم دارم که در ادامه مطرح خواهم کرد. بله، ببینید جناب عالی پیام عزیز، مسئله علم خب میشه علوم طبیعی، فیزیک، شیمی رو ساده کرد، اما علوم انسانی به این زبان ساده نیست. من میخوام بینندگان عزیز ما بدونن که هر چقدر شما اون رو ساده بکنید باز مناقشه بر سر اون خواهد بود. کما اینکه مکللند به صراحت اشاره میکنه، میگه هیچ مفهومی در علوم اجتماعی به اندازه ایدئولوژی مناقشه برانگیز نیست. بنابراین در برخی زمینه‌ها میشه خیلی ساده کرد، اما در برخی زمینه‌ها تا حدی که دیگه اون اصل مطلب از بین نره باید مفهوم رو ساده بکنیم و من هم موافقم با این مسئله. من می‌خواستم عرضم اینجا ادامه پیدا بکنه که شما فرمودید وقتی باور یک انسان نسبت به یک پدیده به یک گونه است، راه حل او هم متفاوت میشه. یعنی اگر شما معتقد باشید که این یک اشکال فنی است، سعی میکنید اون رو از طریق تکنولوژی برطرف کنید. اما اگر معتقد باشید عذاب الهی است، در نتیجه او رو باید از طریق دعا و نیایش رفع کنید. خب چرا این واقع رخ میده؟ این همان حکومت ایدئولوژی بر ذهن انسان. شاید ما اصلا نفهمیم، اما داریم اونجوری رفتار میکنیم. شاید ندونیم داریم ایدئولوژیک وار برخورد میکنیم، رفتار میکنیم، اما داریم این کار رو انجام میدیم بدون اینکه خودمون بدونیم. پس ایدئولوژی دو کار بزرگ انجام میده. یک، ساختن سوژه به معنای انسانی است که ذهنیتش، رفتارش، عملش و داوریش طبق اون ایدئولوژی شکل میگیره. همه ما یک سوژه هستیم در درون یک ایدئولوژی. دو، ابژه، یعنی آن چیزی که بیرون از ما قرار داره و ما پدیده ها رو نگاه میکنیم. ببینید آقای ایگلتون یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه فقط ایدئولوژی میتونه از یک انسانی در نگاه شما فرشته بسازه یا یک حشره. شما گاهی تعجب میکنید چطور یک انسانی سر فرزند خودش رو میبره، چطور یک انسانی بیگناهان رو شکنجه میکنه. این به خاطر اینکه اون سوژه، یعنی انسان ساخته شده در اون ایدئولوژی، اون انسان ابژه یا بیرون از خودش رو که خودش هم در یک فرایند دیگری سوژه است، اما او رو به چشم یک حشره میبینه، به چشم یک میکروب میبینه، به چشم شیطان میبینه، به چشم کافر میبینه. پس اگر دوستان ما میخوان فهم کنن چگونه عده‌ای رفتاری میکنن که در منطق اونها غیر انسانی است، در منطق اونها غیر عقلایی است، باید بدانن او سوژه است در درون یک ایدئولوژی. شما در امر سیاسی حاکمانی رو دارید، رفتارهایی رو انجام میدن که در چرتکه شما، در ماشین حساب شما اصلا منطقی نیست، اصلا عقلایی نیست و برای شما تعجب برانگیزه که چرا آقای فلانی اینطوری رفتار میکنه. به خاطر اینکه او سوژه است در درون یک ایدئولوژی خاص. بنابراین ایدئولوژی دو کار بزرگ انجام میده. یک، سوژه میسازه، دو، ابژه رو تعریف میکنه. پس حالا میخوام یک تعریف ساده ای از ایدئولوژی بدیم. ایدئولوژی یک بسته منطقی است که در درون خودش عقیده داره، باور داره، ارزش داره، نقش داره و از شما تقاضای انجام یک عملی رو داره و به واسطه اون پدیده ها رو برای شما تبیین میکنه. همه ما ساخته شده اون دستگاه ایدئولوژیک هستیم. از اینجا میخوایم برگردیم به ریشه این واژه که اصلا چرا ایجاد شد. در انقلاب فرانسه و بعد از اون شخصی مثل آنتوان دستو دوتراسی آمد و از ترکیب دو کلمه ایدوس به معنای ایده و لوگوس به معنای علم یا شناخت
شناخت ایده ها رو مطرح کرد با نگاه مثبت، چون بعدها اشاره خواهیم کرد ایدئولوژی بار منفی گرفت و دلیل اینکه یک انحرافی در این واژه ایجاد شد اشاره خواهیم کرد در کجا بوده. اما آقای دوتراسی آمد و اشاره کرد که چون کار او هم انجام امور آموزش پرورش بود و او اشاره کرد ما اگر بتوانیم ایده های خوب رو به کار بگیریم آموزش و پرورش خوب خواهیم داشت، انسان خوب خواهیم داشت، جامعه خوب رو خواهیم داشت. ما نمیتونیم هر ایده ای رو به کار بگیریم، بنابراین نیازه که ایده ها مورد شناسایی قرار بگیرن، مورد دقت نظر قرار بگیرن. پس در واقع آقای دوتراسی میخواست با شناخت ایده ها ایده صادق، کارا و درست رو از ایده کاذب، نادرست و خسارتبار تفکیک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون میدونه از ایده درسته که انسان یا اون سوژه ساخته میشه، ساختارها ساخته میشن، رفتارها شکل میگیرن و حتی رژیمها به وجود میان. رژیمهای سیاسی، دولتهای خاص، حکومتهای خاصی در درون یک جامعه‌ای که اون سوژه ها وجود دارن میتونن شکل بگیرن. بنابراین تعریف ایدئولوژی به این معناست و واژگانی رو که آقای دوتراسی به کار برد برای این بود که بتونه شناخت ایده ها رو میسر بکنه. در مورد اینکه چگونه منحرف شد در آینده سخن خواهیم گفت. اما عناصری که شما فرمودید در ایدئولوژی وجود دارن چیست؟ من در تعریف اشاره کردم. اولین عنصری که ایدئولوژی به شما میده هویت. یعنی ایدئولوژی به شما نشان میده که چه کسی هستی، چه موقعیتی داری، چه ویژگی هایی داری. یعنی در درون ایدئولوژی که شما هویت پیدا میکنید. ناسیونالیستید، سوسیالیستید، لیبرالیستید، کمونیستید، حتی در سطح دین هرچند ایدئولوژی نیستن اما ویژگی های اون رو دارن. شما مسلمانی، دیگری کافره، شما شیعه هستید، اینا هویت شماست. در کنار اون ایدئولوژی از شما میخواد رفتارهای خاصی رو شکل بدید، به اون شکل عمل کنید، چون ایدئولوژی میخواد به شما بگه جامعه با این فکر به درستی میرسه، به سعادت میرسه، به خیر میرسه و شما نیاز دارید که اون رفتارها رو انجام بدید. همینجا بذارید من یک نمونه مثال ساده عرض کنم شاید برای ماها قابل درک بشه این پدیده چیست. شما واژه‌ای رو نگاه کنید مثل مرد. این مرد بلافاصله وقتی به ذهن شما میرسه چه چیزی رو به ذهن شما متبادر میکنه؟ قدرت، ریاست، پول، عقل. اینها رو کی به شما داده؟ ایدئولوژی. یعنی ایدئولوژی هست که به ما گفته مرد یعنی صاحب عقل، زن یعنی ناقص العقل. مرد یعنی رئیس خانه، زن یعنی خدمتکار خانه. ایدئولوژی خاصی، حالا ایدئولوژی متفاوتن، میخوام اشاره بکنم که برای ما اگر میخواد ملموس بشه اینطوری باید فکر کنیم که مرد صاحب ثروت، پول داره و زن نیازمند اوست که او بتواند بیاد و زندگی او رو تامین کنه. همه اینها در درون ایدئولوژی معنا پیدا میکنه. اگه ایدئولوژی وارونه بشود جامعه وارونه میشه. چرا؟ چون با تغییر ایدئولوژی فکر ما تغییر میکنه. وقتی فکر ما تغییر کرد مناسبات تغییر میکنه. شما برید به جامعه سنتی نگاه بکنید یا اصلا در گفتمان اسلامی، حالا گفتمان هم بعدا بهش خواهیم رسید، تقریبا چیزی بیشتر یا فراتر از ایدئولوژی است، بخشی اشتراکات داره، بخشی افتراقات. اما شما در درون همون ایدئولوژی اسلامی است که مرد رو با این اوصافی که من گفتم فهم میکنید. اما در یه ایدئولوژی دیگه ممکن اینطوری نباشه. بنابراین اهمیت شناخت ایدئولوژی اینه که ما بدونیم این مناسبات هویتی که بین خودمون برقرار کردیم آیا درستن یا نیستن. آیا مرد به عنوان یک هویت وقتی خودشو در برابر پدیده های دیگه قرار میده چطور به اونها نگاه میکنه؟ ما کم نداریم از این شعارهایی که زن ناقص العقله. خب یک کجا آمده؟ کی به ما داده؟ ایدئولوژی. حالا این عناصر ایدئولوژیش از دین گرفتیم بخش اعظمش رو، اما جوامع دیگه تعریف‌های دیگه‌ای دارن. بنابراین میخوام اینو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اهمیت شناخت ایدئولوژی اینه که اون ایدئولوژی جلوی ما رژه نمیره اما در ذهن ما ساختارهای ذهنی ما رو شکل داده. ما داوری میکنیم، ما مناسباتمون رو تنظیم میکنیم و اگر میبینیم وضع ما بده
به خاطر انتخاب ایدئولوژی نادرست، ایده ها و باورهای غلطی. و تا زمانی که این عقاید عوض نشن، هویت جدید پیدا نکنیم، پدیده ها هویت خودشون رو پیدا نکنن، مناسبات ما مثل گذشته است. وقتی مناسبات ما مثل گذشته شد، ساختارهامون هم مثل گذشته است. وقتی ساختارها مثل گذشته شد، فرهنگ ما هم به مرور زمان می شود همان چیزی که داریم. پس اهمیت مسئله ایدئولوژی در اینجاست که ما بدونیم که این ایدئولوژی چطور با عناصر خاص خودش ما رو شکل میده. دیگر عناصر و ایدئولوژی ارزش داوری است. یعنی این ما هستیم که وقتی با یک پدیده مواجه میشیم اون رو تقبیح میکنیم یا تحسین میکنیم. شما بارها برخورد کردید کسانی که سوژه یک ایدئولوژی هستند وقتی با پدیده خاص بیرونی، مثلا بردن اموال مردم، مواجه میشن اون رو تقبیح میکنن. اما اگر بدونن این عمل بردن مال مردم توسط خودشون یا اون عقیده‌ای که اونها اون رو حمایت میکنن رخ داده، نه تنها تقبیح نمیکنن، تحسین میکنن، میگن جهاد و غنیمته. اما اگر دیگری این کار رو انجام بده میگن دزدی و سرقته، آدمکشیه. یعنی در جهان وقتی میخوایم ببینیم این جنگ ها چطور توجیه شدن، شکنجه ها چطور توجیه شدن، بردهداری ها چطور توجیه شدن، باید بدونیم ارزشی که در ذهن یک انسان مستقل و کاملا جانشین میشه و او رو سوژه رو میسازه، انسان دیگر رو به چشم برادر نمیبینه، به چشم هم نوع نمیبینه، به چشم یک موجود پس میبینه. پس ارزش داوری ها و مناسبات هم تغییر پیدا میکنه. اینها مهمترین عناصر عمومی هستند که یک ایدئولوژی داره. اما هر ایدئولوژی عنصر خاص خودش هم داره که برای ویژگی هایی که حالا ما بعداً در آینده وقتی یک مکاتب سیاسی و اجتماعی رو بررسی کردیم میبینیم که یک عنصر خاصی در درون اون ایدئولوژی مطمع نظر بوده، مد نظر اون ایدئولوگ ها و تئوریسین ها. من عرضم تا اینجا. بله آقای دکتر، من میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم. فکر میکنم در طول صحبتاتون اشاراتی کردید. آیا ایدئولوژی صرفاً به مکاتب زمینی گفته میشه یا ادیان آسمانی هم مشمول ایدئولوژی هست؟ شباهت های زیادی دارن، اما غالبا من تفکیک قائلم میان ایدئولوژی و دین. هرچند اندیشمندانی معتقد هستند که مثلا فوئرباخ و مکس وبر و دیگران معتقد بودند دین وجه اتم ایدئولوژی است، وجه بالاتر ایدئولوژی است. اما غالبا ایدئولوژی از ذهن انسان‌ها بیرون میاد و ادیان خودشون رو عموما، نه همه، عموما متصل به یک مبدأ ماورایی میکنن. اما برخی ویژگی‌های مشترک دارن، مثل حقیقت پنداری، مطلق گرایی، نوعی ایستایی. هرچند در تغییر و تحول دقت و تصرف دارن، اما عموما ایستا هستن، مطلق گرا هستن، عمل گرا هستن و انواع و اقسام اینها، و منطق در اونها چندان برجستگی نداره. با این ویژگی ها رو در آینده جز بررسی خواهیم کرد. اما فقط در اینجا میخوام اشاره کنم ما یک تفکیکی قائل بشیم در این برنامه، و اون این که ادیان رو به دلیل اینکه منشأش ماوراست، حالا خدا، فرشتگان یا هر چیز دیگری، اما ایدئولوژی به عنوان یک جایی که عناصرش رو از اندیشه های انسان ها میگیره بررسی بکنیم، هرچند به وجوه اشتراک و افتراقش هم خواهیم پرداخت در آینده. بنابراین این تفکیک رو مد نظر داشته باشید. ببینید در تعریفی که شما کردید از خروجی ایدئولوژی، ادیان هم دقیقاً همینطور هستن. فرهنگ میسازن، باور میسازن، ارزش و ضد ارزش رو تعریف میکنن، همونطوری که در ایدئولوژی های زمینی اتفاق میفته. بنابراین خیلی سخته که بشه ادیان رو از ایدئولوژی جدا کرد یا بگیم دین ایدئولوژی نیست. نه، اما یک تفاوت‌هایی هم دارن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم ایدئولوژی ها برای بست خودشون معتقد نیستن که یک عقل کل، یک عقل جامع، یک خرد خاصی اندیشه ما رو حمایت میکنه، بلکه عمدتاً خودشون رو با پدیده‌های زمینی تطبیق میدن. مثلا شما وقتی به ایدئولوژی هایی که از ابتدا شروع شدن، یعنی بعد از انقلاب فرانسه آغاز شدن نگاه بکنید، خب شما میدونید مثلا مهمترین منتقدان اون ایدئولوژی اولیه مارکسه و کمونیستا.
دلیل اونها اینه که اونها معتقد هستن که اون چیزی که آگاهی ما رو شکل میده وضعیت زندگی ماست. یعنی زندگی من کارگره که باعث شده طبقه مسلطی یعنی بورژواها حاکمها باشن، اونها ذهن من رو بسازن. اون نمیاد بگه که بورژواها به یک مبدأ الهی وصلن، بلکه کاملا بر اساس مناسبات تولید و ابزار تولید اون رو دسته‌بندی میکنه. یا مثلا شما به اندیشه‌های دیگر نگاه بکنید هم همینه، بحث نژاد مطرحه، بحث جنسیت مطرحه و هیچ کدام نگاه به آسمان ندارن. این یه تفکیکشونه. دومین جنبه اینه که همه ادیان هم ایدئولوژیک نیستن، یعنی نوع نگاهشون نگاهی نیست که فقط به شکل خاصی متسلب بر روی برخی از جنبه ها باشه. مثلا ادیانی مثل اسلام و یهودیت به دلیل اون جنبه زیاد و فربه شریعت ویژگی ایدئولوژیک دارن، اما ادیانی خاص مثل بودیسم، کنفوسیوسیسم و دیگران اینا کمتر دستورات خاصی دارن، بیشتر ارشادی هن. در حالی که در جنبه ایدئولوژیک عملگرایی بسیار مهمه. برای همین اسلام خیلی نزدیک میشه به ایدئولوژی، هرچند خود اسلام هم ممکنه در برخی از جنبه ها تعاریف متعددی از یک پدیده بده، اما ایدئولوژیک شدنش کجاست؟ در جایی که شما یک حکم رو انتخاب میکنید و میگید این حکم غالبه. یعنی ایدئولوژیک شدن دین از اینجا بیرون میاد که ایدئولوژی هم یه ویژگی انگلی داره. در واقع ژان بشلر بحثش همینه، ویژگی انگلی ایدئولوژی ها. مقصودش چیه؟ میگه ایدئولوژی ها برای اینکه این بسته‌ای که من اشاره کردم و تعریف کردم رو ایجاد کنن در خلا که نمیتونن، باید برن در تاریخ بگردن، عناصری رو که مطلوبشون هست بیرون بکشن. حالا کاری هم ندارن واقعی است یا غیر واقعی، صادقه یا کاذبه، صدق و درستی داره یا جعله، اونا براش اینا مهم نیست، چون کارایی امروزشو میخوان. بنابراین اون رو از عناصر مختلف بیرون میکشن و در اون بسته ایدئولوژیک جاساز میکنه. یکی از مواردی که میگیرن دینه. یعنی ایدئولوژی هایی هستن که میتونن از دین هم کمک بگیرن و بخش خاصی از دین رو برجسته کنن، بگن مقصود دین این بوده، بنابراین اینها رو ما باید انجام بدیم تا بتونیم در جامعه موفق باشیم. اما الزاماً به این معنا نیست، یعنی به نحوی عموم و خصوص من وجه هن دیگه، در برخی جنبه ها مشترکن، در برخی جنبه های دیگه متفاوتن، ولی ریشه هاشون رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، شباهت هاشو خواهیم گفت. یا مثلا شباهت ها مثل متولی داشتن. دین متولی داره، یعنی به شما نشان میده که اگر مشکلی در دین هست به کی باید مراجعه کنی که او داوری بکنه، او بگه که این برداشت تو درسته یا غلطه، این حکم درسته یا غلطه. ایدئولوژی هم همین رو داره، ایدئولوژی هم متولی داره و خیلی موارد دیگر که حالا ما در آینده یکی که اینها رو بررسی میکنیم تا شبیه سازی بشه اون وجه اشتراک یک مذهب یا دین ایدئولوژیک یا ایدئولوژیک شده با یک ایدئولوژی کاملا زمینی. نقاط اشتراکش کجاست؟ نقاط افتراقش هم کجاست؟ آقای دکتر، من متوجه این نشدم هنوز که آیا مطلق ایدئولوژی بار منفی داره یا ما ایدئولوژی خوب داریم، ایدئولوژی بد داریم؟ پس بذارید خلاصه بگم، هرچند باز هم نیاز هست که اینها در آینده بحث بشه. ببینید آقای دوتراسی اصلا ایدئولوژی رو یه امر مثبت میدونست، یعنی شناخت ایده ها. برای این کسی که با او مخالفت میکنه و با ایدئولوگ های فرانسه، آقای ناپلئون بوناپارت، یعنی کسی که احساس میکرد این ایدئولوگ ها قدرت او رو میتونن به چالش بکشن، در نتیجه اونها رو وراج دونست، اونها رو حراف دونست، اونها رو افراد متافیزیکی که غیر واقعی حرف میزنن دونست. از اینجا ایدئولوژی آرام آرام داره بار منفی پیدا میکنه، چون سیاستمداری مثل ناپلئون نمیخواد اون جمهوری خواهان، اون ایدئولوگ ها، اون آزادی خواهان افکار جدیدی رو به جامعه بدن و بگن این افکار غلط است، این افکار درسته، چون مخل میشن برای اندیشه‌های ناپلئون. اما به همینجا کافی نیست. همین که جلوتر میایم میبینیم در زمان مارکس و انگلز و دیگران هم همین مسئله رخ داد. یعنی اونها هم معتقد شدن اصلا ایدئولوژی یک باور کاذبی است که زندگی انسانها رو ساخته برای اینکه کارگر تحت سلطه باشه، حاکم سلطه خودش رو حفظ کنه. یعنی ایدئولوژی بار منفی گرفت که عده زیادی به واسطه اون سلطه پذیر میشن و یک عده‌ای
سلطه خودشون رو مشروع نشان میدن. پس میبینید در ایدئولوژی آلمانی که آقای مارکس و اینا تبیینش میکنن، میخواد نشان بده ایدئولوژی یک باور کاذبه که به افراد داده میشه. این تفکر هنوز هم غالبه. یعنی همین که ما فکر میکنیم که ایدئولوژی ها در درون خودشون یه ویژگی‌هایی دارن که مطلوب یه اقشار خاصی است. اصلا اونا رفتن ایدئولوژی رو ساختن، چون شما که نمیشه همیشه با زور حکومت کنید. شما نیاز دارید حق خودتون رو برای فرمان روایی به دیگران از جنبه عقلایی بقبولانید. اما عقلایی بودن مسئله خیلی مهمی است. اینجا من عموم به کار بردم چون گاهی شما در ایدئولوژی‌ها باورهای کاذب دارید، عقلایی نیست. اما به نحوی اونها سعی میکنن این ایدئولوژی رو در جامعه جا بندازن که حق حکمرانی مال ماست. شما به ولایت فقیه در ایران نگاه بکنید. این ایده نشان میده حکمرانی حق فقهاست و بقیه مردم کسانی هستند که باید تقلید بکنن، اطاعت بکنن. آخوند نمیاد با زور سرنیزه به شما حکومت بکنه، نه، یه بخشی رو اول سعی میکنه با ایدئولوژی به شما بقبولانه که من نماینده امام غائبم و حق حکمرانی دارم. اینکه بعداً قدرتش رو با سرنیزه حفظ میکنه بحث دیگری است. اما روز اول که با سرنیزه نیامد، قدرتی نداشت، اون ایدئولوژی رو ساخت که بتواند ذهن مردم رو بگیره. پس از منظر مارکس، انگلز و دیگران، آلتوسر، گرامشی و خیلی های دیگر، ایدئولوژی سعی میکنه فضایی رو ایجاد بکنه که در اون فضا مناسبات تبعیض آمیز مشروع نشان داده بشه. اما در درون همون کانتکست مارکسیستا و کمونیستا شما لنین رو دارید که او میگه بله، ایدئولوژی ممکنه از نظر صدق و کذب بد باشه اما کاراست و او یک نگاه نسبتا مثبتی به ایدئولوژی داره. بنابراین به همین دلیلی که میگم مناقشه برانگیزه. اما عموم اندیشمندان معتقد هستند که ایدئولوژی بار منفی داره و ویژگی‌هاش رو هم بعداً عرض خواهم کرد. برای همینه که امروز یه مفهومی کلانتر ایجاد شد به نام گفتمان که ما غالباً این گفتمان رو به کار میبریم به جای ایدئولوژی که هم سیالتره، هم پویاتره، هم دایرش وسیع‌تره، هم قابل تغییره و متولی خاصی نداره و یعنی اون ویژگی هایی که ایدئولوژی رو منفی میکنه شما در گفتمان ندارید. گاهی ما گفتمان و گفتگو رو هم اشتباه به کار میبریم. یعنی با هم صحبت که میکنیم میگیم گفتمان کنیم، در حالی گفتمان این نیست. حالا ما ویژگی‌هاشو بعداً عرض خواهیم کرد. بنابراین ایدئولوژی از زمان مارکس تقریباً به اتفاق جنبه منفی گرفت، اما همه ایدئولوژی‌ها منفی نیست که ما بعداً بهش خواهیم پرداخت. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. عزیزان، ما قرارمون بر این هست که برنامه‌ها رو بین 20 دقیقه تا نیم ساعت ببندیم. اگر یک مبحثی در اون جلسه تموم شد، در جلسه بعد به مبحث جدیدی خواهیم پرداخت. اینطور که من متوجه شدم جناب آقای امیری، این بحث ایدئولوژی هنوز ادامه داره. بله، ما در جلسه آینده کارکردها، عناصر و نوع خاصی از ویژگی‌های ایدئولوژی رو عرض خواهیم کرد که بعد وقتی وارد مفاهیم ویژه‌تری مثل سوسیالیسم، ناسیونالیسم و اینا شدیم بتونیم متوجه بشیم که این عناصر از کجا استخراج میشن، چه اندازه برد دارن و چه کارکردی داخل جامعه خواهند داشت. درود بر شما و درود بر بینندگان. تا برنامه دیگه، بدرود.